تمامی بینا را از نظر گذرانید. آیدی جمع شدنی همه باوری کامل داشته باشید. درها را قفل زنید. همه حجت ها را محکم کردیم. کفم را نبر. چیزی که گویم همه را کن. پرنده هم نپرد. آیاز است گل. بلا زند. حجت ها نیستند. ممکن نیست. شما وقتی به اینجا آمدید به من قسم خورده بودید. سرتان را برای من گذاشتید. اما از بین شما کسی به این قسم خیانت کرد. خطایش را با سرش اصلاح خواهد کرد. خائنی که به جان من قصد کرد در این حجره است و همتان میبینید که او آغوشته در خون میمیرد. مرا فهمیده؟ زود باش ایاز، زود. باید کاری کنی برای اکاد، برای اپای گل باید کاری کنی. اما چی کار؟ این آشنا تازه است. می رویم. مرحمت جناب. سواش دهان در کدام حجره است؟ آشنای یک، حجره 101 از طرف چپ. آهسته پسرم خوب هستی؟ خوبم مادر، خوبم. شما که این خیل میکنید جانم خواطر میشود. سواش دهان؟ بله منم. اینجا برای پرسجوی انشاءات چپه شده جاندن هولدینگ آمدم. شما را با عیب اواشی و زخمی کردن دستگیر میکنم. چی؟ سرده تو چیکار میکنی؟ سرده پسرم رو سرده. مگر نمیبینید که زخم دار است؟ سرده. آیا نمیشنوید؟ سرده گفت. بریش. تو عیب نداری. جناب اگر خواهید نصف حجت ها رو من از نظر گذرانم. این خیلی تا سحر تمام نمی شود. لازم نیست.
آن خائن را من خود یافته، با دستانم جگرش را میکنم. زودتر. خدایا التجا میکنم کمک کن. مرا سر دهید. شما کی بودنی مرا میدونید؟ پسرم را سر دهید مگر نمیبینید که زخم دار است. سر دهید. من سوش دهن هستم. پسری کلیش دهن. سر دهید. سر دهید. جانو لطفا خواهش میکنم پسرم را نبرید. زخم دار. خواهش میکنم خانم مانع نشوید. ماموران برآرید. نه. ای خدا. چی شد؟ بیمار را به کجا میبرید؟ با پدرم خبر دهید تا که مرا خلاص کنه. به این آدمان که بودنش را نشان دهد. فهمیده؟ مرا سر دهید. ای خدا. جناب هلدون یگان کار کنید پسرم را خلاص کنید. التماس التجا میکنم. خوب هستید؟ خوب هستید؟ خوب هستید؟ همشیره همشیره. سینان تو برا. زودتر زودتر. چیکار میکنی ایاز؟ چیکار میکنی ها؟ با کلیچ به تماس برآمده. میآید؟ نه جواب نمیده. سوش نوبکار مگر این نیرنگ تو بود؟ ایاز را تو بدام گرفتار کردی. این تر است. اگر نشود چی؟ یگیت تو عیب نداری.
زود باش، زودتر. خدایا کمک کن. شد. زود باش، به کار درآ. زود باش. زودتر. ایستید. کسی به بیرون نبراید. در جایتان ایستید. اگر لازم آید همه یک جای میسوزیم. زود رفته سبب صدا را بفهمید. زودتر به اینجا بیا. زود. کلید ندارد این. زن شده میشم. سرده شما کیستید ایزی انگشتی من رو میگیرید ها؟ سرده همه اتان را به جوابگری میکشم. شما را پشیمان میکنم. حالا جای گریز را جستجو میکنید. شنیده؟ پسرم خوب هستی؟ با تو چیکار کردم؟ من دهن هستم مادر. زورشان به ما نمیرسه. با پدرم به تماس برآمده توانستی؟ بارها زنگ زدیم اما به تماس برآمده نتوانستی. پدر اقلا شما یگان کار کنید. التماس.
در آنجاست. چی شد؟ جناب در آشیانه بالا شخص حجره رو آتش زده فرار کرد. این حیوان کیست؟ مگر اینجا بی صاحب است؟ از اینجا دفع شده زود او را پیدا کنید. مردش را به نزد من بیارید. آخر ایاز دادارم است. یگیت تو هم رفت و کلش را به من بیار. زود باش یگیت. یگیت زود رав ки бояд як тир парвонӣ ва як шахсро ҳимоя кунӣ. бирав. ایست! تو از خفا رفته از پیشش برو زود. صبر کن ایاز من میایم دادرم. موسی تو هم برا گناه نداری. تو هم آن شخص را جستجو کن. من آمدم دادرم. قریب رسیدم. گل را از دست دادم اگر تو رو نیز از دست هم زندگی کردن نمیتوانم دادرم. التماس برای خاطر من به یاس تو بیار.
یاری دیه پایم شکست یاری دیه یاری دیه به فکر تو این چه خیل روی داده است؟ گل؟ چی؟ چی جناب؟ چه خیل شده است؟ چه خیل چی شده است؟ من کلیج دهن هستم. چه خیل با من خیانت میکنند؟ کی با این جسارت میکند؟ Aka! ظفر چه خیل می شود که ایزی انگشتی کسی موافقت نمی کند؟ ها؟ این چه خیل می شود؟ مگر مرا مسخره می کند؟ ها؟ کی این را کرد؟ کی؟ مرا مسخره می کند حیوان ها؟ چه خیل ایزی انگشتی کسی موافق نمی آید؟ با من چه خیل بازی می کند؟ ظفر کی با این جسارت می کند؟ کی با این جسارت کرد؟ جناب چی میگویی؟ اصلا با ایزی انگشتی یک شخص موافقت میکند. از کی؟ Aka? Ayaz poet خوب است؟ تو رو پراندند؟ نه اکا احوالم خوب است همه‌اش میگذرد اما کاری کرده نتوانستم حجت‌های گفته‌تان نبودند من چون چاره آخرین خودم را برآوردم میدانم تو چی کاری که از دستت آمد همش رو کردی اینجا نیست ایاز باید زود از اینجا دور شوی اکا اپای گل چی؟ احوال او چی خیلی است؟ نه نه نشد یا اینکه
ӯ дар ҳоли ногувор аст. ака, сахт ғамгинам. бисёр афсӯс мехӯрам. ту бояд ба хона рафта маро интизор шавӣ. ака, аяз рав, дар хона маро интизор шав. хуб, эҳтиёт шавед. Seni seven yiğit ölmez dediler, ölmez dediler. Gerçek mi cananı sormaya geldim, sormaya geldim. Hak nasip ederse görmeye اسانی کیست نابکار بگو بگو هرکس بگو کی پرنده است ایزی انگشتی کیست از آن شما تو چی میگویی حیوان با ایزی انگشت شما موافقت میکند چخیل از مسافه 15 متر دوری به نشان گرفتم بیسری خودم را پراندم حیوان این چخیل میشود با من چگونه بازی ها رفته کی با من بازی میکند کی با من بازی میکند کی با کلیش دهن بازی میکند حالا اون پلی در همین جاست یعنی دستگیر کردید بسیار خرسند شدم من گمان میکردم که زوری کسی به اون نمیرسد تنها زیر نظارت گرفته توانستیم برای حبس شدنش دیگر حجت ها لازم است چه خیلی یعنی چی در کار خانم صدیقه آید یک شاهد نقل کرده بود که خبر داده است اگر آن شخص بیانات ندهد با سبب نبودن دلیل سوش دهن را در اینجا نگاه داشته نمیتواند اما این جنایت را سوش دهن کرده است شاهد برای چی لازم است دخترم ما تنها به قانون ها رعایت میکنیم و شما باید علاج کرده آن شاهد را اینجا بیارید با من آن بی‌ناموس را دستگیر کردم گویی متاسفانه فرار کرد جناب چخیل فرار کرد حیوان چخیل فرار کرد چخیل از دستتان فرار کرد چخیل گریخت تا نزدتان آمد است شما چخیل او را دستگیر نکردید مگر اینجا باغچه است باغچه کودکان است جناب همسرتان زنگ زدن عاجل بودنش را بیان کردن با فرزندتان دخل داشته است فهما بعدتر شما را به جوابگری میکشم گل Ayaz چی حال دارد؟ ایاز خوب است تو چی حال داری؟ خوبم چی خیل خلاص شدی؟ با من بیا نقل میکنم چی شد اسرا؟ باز چه گپ است؟ کلیک سواش رو دستگیر کردن لطفا زود به اینجا بیا زود چه خیل
ба корҳои шуда бовариам наомад. изи ангушт аз дони ман набудааст. килиҷдаам девона шуд. набояд ин хел шавад гул. аяз гуфт ки ягон кор нашуд. изи ангушт аз они килиҷдаҳан аст. аз они килиҷ? ин чӣ хел мешавад? ман ҳам нафаҳмидам. ба монанди ту ман ҳам ба ҳайрат афтодам. касе иваз кардааст. ӯ кӣ бошад? ба мо ягон шахси дигар ҳам ёрӣ медиҳад гул? یگید گل با من بیایید زود هر دو بیایید дигар ғамгин набошед апай сидиқа. саваши лаънатӣ дар зиндон аст, ҷазояшро мегирад. ба ҷавобгарӣ мекашанд. аммо ман намедонам ки мо кори хуб кардем ё бад. охир инҳо одамони воломақоманд ва ман бо онҳо чӣ хел мубориза мебарам. худо мегӯям ки ба мо зарар нарасонанд. апай сидиқа, ман мегӯям ки ҳақ ба ҳақдор мерасад. кош мудири амниятро медидед, бисёр одами хуб аст. аммо як шоҳид будааст, онро бояд ҳатман ёбед, вагарна ҳама заҳматамон барбод меравад. он шахс шиноси ман нест, ӯро ҷаноби Аяз мешиносад. фаҳмо, зуд бо ҷаноби Аяз гап мезанем. бо он одам суҳбат кунад ва ӯро орад. он гоҳ саваш азобашро мекашад. мудири полисҳо, адолат ва додгоҳ, ҳама ин танҳо сухан аст модар. адолат ҷорӣ намешавад. онҳо бо ягон роҳ худро озод мекунанд. шумо танҳо худро фиреб мекунед. юсуф! килиҷ каме пеш савашро ба ҷавобгарӣ кашидам. апай гул, бояд суҳбат кунем. чӣ шуд? чӣ гап дорӣ? ман медонам ки савашро кӣ парондааст. бародар, кӣ буданат барои мо аҳамият надорад. чизеро ки донӣ зуд нақл кун. ё ин ки падар, шумо кистед? бехабар ба ин ҷо набояд ворид шавед. ворид шуда наметавонам. ман полковник килиҷдаҳан ҳастам. ба куҷое ки хоҳам дар вақти хостаам медароям. ҳатто ба сурохи мор ҳам медароям ва озодона мебароям. ин ҷо аст ки ту ба ман монеа мешавӣ? бархез писарам, меравем. گوش میکنم. چرا خواستید که مخصوصا با من بخورید؟ ما با همه وا میخوریم جناب تحسین. بعضا با آدمانی که خود را بزرگ میشمارند و بعضا با شخصی که برای منفیت خود ملتش را جدا میکند وا میخوریم. برای منفیت و آسایش این دولت همه امکانیت ها را استفاده میبریم. همین دور شخصی را که دستگیری میکنیم بداند که دائما دستگیری نخواهیم کرد. باید شخصی سزاوار باشد. اگر آن شخص به این سزاوار نباشد با شخصی سزاوار وا میخوریم. همچنانی که حالا با شما وا میخورم. کوتاه کنید. چی میخواهید؟ میخواهم که همراه با ما کار کنید. دستگیری که خلق شما را میکند میبینیم و میدانیم. وقتی بسیار نگذشته شما را به قله های بلند میبراریم. از این برمیاد که تنها شخصانی که شما میخواهید وزیر و میبراید. فهمه این طرف که باشد شما را انتظار نکرده زود جواب نه نمیخواهم که زود جواب بدهید. آگاه جوابتان را گوش میکنم. اگر شخصی برای شما فدا کردم را میدیدید نه تنها یک مراتبه بلکه هزارها مراتب فکر میکردید. همینطور جناب تحسین فراموش نکنید که اگر ما طرفدار شما نباشیم از پیشتان چکوری به آخر پیدا خواهد شد. وقتی که فکر میکنید کوشش بخرجید تا که به آن چکوری نافتید.
فقط جوابتان را انتظار می شود. در اینجا غرور شما نمیگذرد. سروزیر هم آید از اینجا پشه را هم برآورده نمیتواند. مرا فهمیده؟ سواش برخیز میرویم. به فکرم نفهمیده. اینجا مؤسسه حقوقی است. برایتان پرونده باز نکرده از اینجا برآمده روید. گویا صدایی را شنیدم. این شخص قرار و صفت آیدی من پرونده باز میکنم گفت. مدیر، تو کی بودنی مرا میدانی؟ بله میدانم، بسیار خوب میدانم. آخر شما آن شخصی که در روزنامه آینه نیلگون آید وطن ملت و حقوق سخن میراند مشهور قلیچ دهن است. اینجا مؤسسه می باشد که امنیت ملت را به عهده گرفته است. در اینجا با آواز بلند و خود نشاندهی کسی را نخواهید ترساند. همه در سری وظیفه بوده کارشان را میدانند. بله قلیچ دهن، فکر میکنند که راهی برآمد را میدانند. مدیر، همه‌تان در روزهای نزدیک به جوابگری کشیده میشوید. در روزهای نزدیک به پیش من 4 زانو میشینید. تو اینجا آیدی حق و حقوق گپ میزنی، اما نمیدانی که در این مملکت مرا کیها دستگیری میکنن. تو باید این خیل نمیکردی. سواش تو را میبرم پسرم. کی جانم؟ سواش را کی پرونده است؟ ایاز، وقتی که سواش رو پروندن ایاز رو دیدم که میگریخت. انیق برای همین به توی آمده است. چخیل این کار رو کرد؟ نمیدونم که چخیل خود رو به خون آلوده کرد. دیوانه میشوم اپای گل. وای نیست، سواش رو ایاز نپرونده است. اما دیدم که میگریخت. حتی پرسیدم، رد نکرد. با من باور میکنی؟ این طور باشد با گفته هایم باور کن. ایاز به این حادثه ذره دخل ندارد. وای نکرده است؟ او نبود؟ بیهوده او رو تنقید کردم، او رو رنجوندم. چیکار کردی؟ با تحسین صحبت کردی؟ صحبت کردم و خواهشتان را پیشنهاد کردم. خواست که زود جواب دهد، اما من برای فکر کردنش 2-3 روز وقت دادم. باوری داره که این انتخابات از کلید دهن هم خوبتر است؟ بله جناب، باوری کامل دارم. او شخصی می باشد که دارای باوری و دوستداری خلق است. شخصی نیکی است که بی خونریزی و دزدی، بی دروغ و غارتگری و بی دشواری در مدت 5 سال صاحب قوای بزرگ می شود. بله جناب، در تنهایی صاحب می شود. قلیچ دهن چی می شود؟ بالای او باید بسیار کار کنیم و خطاهای کرده اش را باید اصلاح نماییم. اگر پیشنهاد مخصوصمان را قبول کند، با او برای همان دوام میدیم. بین هم برای به هدف رسیدن با یک الترناتیو کار نکرده ایم. همین طور زید بوده ها را در دست داشتن کارمان را آسان میکند. قلیچ دهن بر این آدمان را نیست کردن دائما آسان است. اگر خطاهایش را اصلاح نکنیم، میفهمید ما همه غرق مشکلی میشویم. جناب، قلیچ دهن آمده است، شما را دیدن میخواهد. بیاید. مدیر امنیت بوده است. چرا غضبی هستی؟ چه خیل غضب؟ آرک چی؟
روزهای مشکل رو از سر میگذرانم. میفهمی؟ شخص هنگام نکاح پسرم را میپرانم. این کم نبود که به شیطم وارد شده ایزی انگوش را عوض کرده است، گویا که هیچ چیز نشده باشد. پسرم را مدیر امنیت دستگیر کرده است و به من خود نشاندهی میکند. میفهمی چی میگویم؟ میفهمی؟ خلاص چی؟ خلاص همین که یا شما مدیر امنیت را از وظیفه آزاد میکنید یا اینکه من خود چاره‌جویی میکنم. دائما آماده از ما خواهش میکنیم. باز خواهش‌هایت شخصی است. ما با تو به راه برآمدیم، خواستیم که تو را به قله بلندترین براریم، اما تو باشی چیکار میکنی؟ برای اصلاح کردن خطاهایت به نزد ما آمده مثل کودک تولا میکنی. گوش کن کلیش دهن، ایلی خان این گونه بی‌ترتیبی ها را دوست نمیدارد و قبول هم نمیکند. اگر حادثه در آخر به وقوع آمده به دستی میده فراید، قهرمانی تو به آخر میرسد. این بعد اگر یک خطا کنی تمام امتیازها قطع کرده می شود. همین طور تمام نقشه های آینده برباد می شود. حالا یا این کار را خودت با خوبی حل می کنی یا اینکه این باخوری آخرین تو می شود. من را فهمیدی؟ فهمیدم. جناب، زنگ تلفن ها بس نمی کنند. یک چند آدمان می خواهند که با شما صحبت کنند. چیکار کنم؟ درد همه اش را می دانم. کسی که زنگ زند بگو که من مشغولم. تا به نزد دادستان برآمدن سوش دهند من با کسی نمی خواهم که بخورم. اطاعت. می خواهم که پسرم را ببینم. مرا به نزد پسرم برید. ببخشید خانم، در اینجا امرهای دهن نمی گذرد. پسرتان را تنها در دادگاه می بینه. جناب مدیر، نه همچون دهن بلکه همچون مادر از شما تولا میکنم. التماس باید پسرم را ببینم. شما هم فرزند دارید کنید. خانم مشکلی نوارید. با خانم اطلاع روید. پسرش را نشان دهید. تشکری زیاد. جناب، با کسی او نخورید گفته بودید. من با شخصانی مبارزه میبرم که حق و حقوق را میدانند. من به مادری که برای فرزندش گریه میکند ضدیت نشان نمیدهم. سوش گفتنی به وجدان بار سحر به خلیل گفته است که به جای ساختمان بیا. اگر کار باشد خلیل هیچگاه در خانه نمیشیند و سحر برق به جای کار میرفت. در ساختمان ستونهای بریده را دیده است. خلاص بعدن چی شد خودتون میدانید جناب. جنابی ایاز برای نجات دادن آمده است، اما به خلیل یگان فایدهش نرسیده است. ایاز به گناه است. غم نخورید جنابی هالدون، شما هیچ گناهی ندارید. من گناه ندارم. دخترم، باری گناهم اگر نهی بر میزان، ترسم که بر روز حشر میزان شکند. غمگین نشو استا. آخر تو گپ زده نمیتوانی که بگویی، اما من گپ زده میتوانم. متاسفانه گفته نمیتوانم. سوش مادر؟ پسرم خوب هستی؟ پدرم درد نمی کند پسرم؟ پدرم در کجاست؟ پدرت به خانه رفت. در آنجا چی کار میکنن؟ چرا مرا نمیبرارن؟ چندین ساعت شد که من در اینجا هستم. پسرم وای هم کوشش میکنه، از دستش چیزی که باید میکنه. دروغ میگوید. اگر کلیش دهن میخواست بر وقت میبرآورد. از این برمیآید که پدرم از من دست کشیده است. خدا لعنت کنه. سوش پسرم چیکار میکنی؟ بیا اینجا بشین. اگر پدرم رو نبرارد حیاتم محو می شود. با او بگویید، او را راضی کنید. التماس مادر تولا میکنم.
مرا از اینجا برآرد. حیاتم محو می شود. میدونی مرا از اینجا برآرد. من در محبس میمیرم. زندگی کردن نمیتوانم. میمیرم. اینطور باشه. سواش پسرم، اون این شات رو تو چپا کنندی. سواش با من نگاه کن. پسرم، سواش پسرم، نکردم بگو. التماس، من بگونو و با مانندی پدرم نیستم. بگو جانی مادر کسی رو نباید در خطر گذاری. از برای خدا پسرم. بگو که تو نکرده ای. ایاز پسرم است. با اوستا خالد صحبت کردم. تو گناه نداشته ای. سواش سگ به تو تهمت کرده است. همه اش را نقد کردن. من هم گفته بودم کو، ولی تو دیگری نگوید باور نمی کردی ها؟ عذر می خواهم، مرا ببخش، نفهمیدم. باید میفهمیدی جناب هلدون. باید میدانستی. تمامی دنیا برعکس گوید هم تو باید میدانستی. باید میگفتی که ایازی که من میدانم چنین خیانت نمی کند. او سالها با من بود، صدقاً کار کرد، باره به من خیانت نکرد. آخر گفته نتوانستم. بله همین خیل. خونی شهیدان را نیز گفته نتوانستی. خائنانی که آن خون را خوردن نیز نگفتی. برای چی میدانی؟ چون که تو هم یکی از آنهایی. ایاز گوش کن. من تو جنابی هلدون، تو مرا شپاتی زده روی اصلیت رو نشان دادی. حالا به جای خود نزد خائنان برگرد، چون که در پهلوی من جا نداری. خیر، خدا حافظ. خوش آمدی ایاز پسرم. خوش باشه دپا. اکای خلیل خوب نیست؟ نه خوب نیست جنابی ایاز. من با شما یک چیز گفتنی بودم. کمی این طرف بیایید. بگوی دپا. یگان واقعه شد؟ آن روز همراه با خودت یک جوانی آورده بودی، دریو داری؟ خوب. آن جوان باید به دادگاه آمده شاهدی کنم. قربانت شوم. التماس رفته با او خبر ده. رفته همه چیز رو نقل کنه. یعنی سواش کرد گوید. آخر اپا چه خیل گویم؟ آن آدم به دادگاه رفته نمیتواند. ممکن نیست. چه خیل شاهدی کرده نمیتوانم؟ تو چه ها میگویی پسرم؟ آخر پلیس گفت که شاهد نباشد من او رو حبس کرده نمیتوانم. همینطور سواش با دستانی بالا از آنجا خلاص میشود. افسوس اپا، از دستم کاری نمیآید. باور کنید نمیآید. یک لحظه. چرا از دستتون کاری نمیآید؟ بدی هایی که با اکای خلیل کردن به جواب میماند یعنی؟ البته که نه، اما شاهد را به میون برآورده نمیتونم. جانم را خواهید میدیم اما این کارو کرده نمیتونم. این خیل باشد جانی تو را خودم میگیرم. بیاز شما استدپا، تو چگونه آدم هستی ها؟ مگر تو وجدان نداری ها؟ ایست، تو چیکار میکنی؟ من نمیستم. رفته آن آدم را میاری وگر نه تو را خودم میکشم. ایست میگویم، تو دیوانه ای. دستت را گیر. دستم را نمیگیرم. او را میاری یا نمیاری ها؟ او را میاری یا نمیاری؟ یک لحظه گوش کن. بعضی چیزها را نمیدانی. آورده نمیتونم. میاری وگر نه چنان میزنمت که مرده میاری. چنان میزنم. خدایا خودت پناه ده. چنان میزنم که او را میاری. توی مردی رزیل پلید افلاس. گوش کن، عصبم ویران شد. تو را میکشم. بیا مرا زن آخر زده نمیتوانی. بیا زن. بس است، دستت گذشتی. اپی صدیقه بعد صحبت میکنیم. ای با کجا میروی ها؟ با کجا میگریزی؟ اینجا بیا. ای اینجا بیا گفتم.
با این دهان و بینیت را میشکنم. خدایا توبه. دخترم تو دیوانه شده ای؟ خطا را اصلاح میکرده است. تو کیستی که خطای مرا اصلاح میکنی؟ تو کیستی؟ ظفر قید کرده بیمان که با آمدن وقتش سری او را نیز با دستم میگیرم. با دستم. همش در اینجا ثبت شده است. همش در اینجا ثبت شده است. در یاد دارم. اینجا است؟ مگر اینجا آخور است در را تق تق نمی کنی؟ ظفر تو با بیرون برو. با تو برو گفتم. بیرون برو ظفر. ای اسر دهن، این جسارتتان را از نسبتان میگید؟ سواش کرده است. اون بینو رو سواش چپا کرده است. مگر تو مست هستی ای زن؟ سفسط خانی را بس کن. نمیفهمی کلیج؟ سواش کرده است میگویم کلیج. پیسرمون اون ستون ها را بریده است. یا این که در نزد پلیس اعتراف کرده احمق؟ نه من فهمیدم. از نگاهش فهمیدم. گوش کن ای زن. اگر کرده باشد کرده است. فهمیدی؟ خب کرده به اینجا بشین و به کارهای مردا بینی نخلام. چیزی رو که دانی نقل کن. اگر لازم آید او اعتراف میکنه یا اینکه من خودم همه چیز رو نکنم. اسرا سفسطه نخوان. با کردهش باید جواب گوید. تو پسری مرا به جوابگری میکشی؟ همین تا؟ نه او رو از تو محافظت میکنم. سواش پسری من هم هست اما باید جزای خطای کردهش رو دهد. فهمیدی؟ وای تو بری نمیشود. چخیل من بری نمیشود؟ تو بری قاتل خونخوار نمیشود. ای زن مرا گوش کن. دهنها به جوابگری کشیدن نمیشود. دهنها نمیمیرند. دهنها میکشند و خون میریزند. مرا فهمیدی؟ اگر سواش پسری من، خونی من، طبع دلی من نشود من خود جانش را با دستانم میگیرم. مرا فهمیدی؟ اگر تو هم پای دیگر به نزدم همین طورایی تو را نیز میکشم. مرا میفهمی؟ یک طرفی است. برادر برای تو خوراک آوردم. پدرم کجاست؟ تا حال ناومد. این رو بگیر. مگر کر هستی؟ به تو میگویم پدرم ناومد. برادر من قراولی پدرت نیستم. به من جواب ده. به من جواب ده. من سواش دهن پسر کلیج دهن هستم. همه‌تون رو از کار خارج پشیمان میکنم. شنیده؟ همه‌تون رو از کار خارج میکنم. خوشبوی است. مادر باز کارتان را کرده اید. بسیار گرم است سوختم. البته گرم است. نفس تفتان گرفتم. و تو کمی صبر کردن نمیتونی؟ مادر کشک تفتان خونو کننده میکردن. فکر خوب است. این را من خود ایجاد کنم. طریقی تفتان ساز شعار خوراک‌های خنک را پیشنهاد میکنه. خوب میشود. همه‌اش رو نخور. باقی مانده‌اش رو به سواش میبرم. من چیکار کنم؟ سواش فرانسه است. ای هالدون جان، خوش دامنت رو دوست می‌داشته است. بین نه وقت تیار شد. دهانت رو کشو. هالدون با تو چی شد؟ این چگونه نگاه است؟ طریق و بیرون برو. مایرش فهمون. من این لذت رو با خود میبرم.
халдон маро натарсон. чаро иника нигоҳ мекунӣ? халдун ягон чиз шуд. ayaz туро ҳамин хел зад? ба ин ҷо омада буд, ба то ҳамла карда буд, ҳама чизро вай карда буд, маро фиреб кардед. аз ятим чӣ хостед? ба ӯ як коса шӯрбо додан душвор буд. маро ба ятим душман кардед. маро задӣ? ту маро задӣ? барои хотири бадбахте маро задӣ? зан, бори дигар зан, бори дигар зан. ва ман ба ту чӣ кор карданамро нишон медиҳам. дуруст, аз дастат меояд. ту, саваш, қилич, ҳаматон дил надоред. дар ин ҷо санг мекашонед, сангро. аммо ман бошам ба монанди мағз ақл доштам. касе ки чизе гӯяд бовар кардам. ман хар будам ки ба шумо бовар кардам. خلاص مادامی که مرا دستگیری نمی کنند من کاری خودم را خودم حل می کنم. ظفر شکایت کردن پسر من چیست می بینند؟ خواطر نشوه جناب، حل میکنیم. اینها انسان های خورد هستند ظفر. حتی انسان هم نیستند، حشرات. مانع میشن پخش کردن میگذارید. باید پخش کنید تا که به دیگران درسی عبرت شود. اگر با عقل نشوند خونشان را آتش میزنید. همینجاست. بخیر باشد. نکشا صدیقه. چی خیلی نکشویم خلیل، آخر ببین در رو میشکنم. اپای صدیقه چی گفت؟ نمیدونم، هیچ چیز رو نمیفهمم دخترم. تینجی است انشالله. بیاید ببینیم. در را کشوی. شما کیستید و چی میخواهید؟ من کلیش دهن پدری سواش دهن هستم. خیر نه، برای حل کردن معمای خوردی در بین داشته آمدم. مشکلی خورد؟ تو با ما میمون بازی میکنی ها؟ با گناهی پسری تو استا خلیل بستری شده است. با کدام رویت به اینجا آمدی؟ از احوال استا خلیل خبر دارم و اینجا آمدم که کمک کنم. با تعجب نمانید. شما همسرش هستید؟ بله همسرش هستم. بسیار خوب. این پول رو گیرید. گیرید. پسرم سواش به اهمیتی کرده است و این را هم عذر قبول و این چنین در دوام 2 ساعت به قرارگاه پلیس رفته از شکایت دست کشید. سلامت باشید. رفتیم زفر. هی بای بابا،
این پولت را بگیر. بگیر گفتم. بگذار پسرت در زندان بپوسد. تو چی کار کردی؟ این پولها را به تو میخورانم. هی در اینجا چی گپ است؟ از اینجا دفع شوه. پسرم رفته به همه خبر ده که زود آیند. ای بچه اویسته با نفتی. اکا دوید که خونه شما رو احاطه کردند. چی؟ این معما بین من و استاد خلیل است. شما بینی نخم. ما عائله استاد خلیل هستیم. از اینجا دفع شوید گفتم. تو کیستی؟ از پدری من چی میخواهی؟ زود از اینجا رو دفع شو. یوسف این کار رو نکن. پسرم تو دخالت نکن. التماس پسرم. از این میبرد که تو پسر استاد خالد است. بله پسندت نامدم. آفرین جان. زود روید که خونه استاد خالد رو آدمان سلاح برداری احاطه کردند. چی؟ رفیقان رفتیم. چی گپ شد اکا؟ به خونه اکای خالد آدمان سلاح به دست آمدند. دوید دفع شوید و از نزد عائله ما دور باشه. شما کیسته و خود را کی میشماره؟ دفع شوید از اینجا. این کودک صبری مرا لبریز کرد. اینجا بیایید. یاری دهید کمک کنید. سردک پسرم را دستت رو گیر نرم. کیستان شناس شوید. قهرمان ساخته کشورمان کلیج دهند. اکای خلیل را پسری نامین آدم به این حال رسانده است. من این شخص را شناختم. از روزنامه دیدم. این قماندان است. خودش در روزنامه ها خودش را نمایش میدهد. من به خلقم کمک میکنم میگوید. دروغ میگوید. حالا باشد به پای صدیقه تهدید میکند. با شما یک سوال. کدام قهرمان به خلقش تهدید نمیکند؟ پراکنده شود. امر دهید آنها را پراکنده کنم. بس است. سری کدامی از شما را به نشان گیرم. شما کیستید؟ آخر من کلیج دهان هستم. کلیج دهان. همه اتار را میکشم. از کدامی از شما سر کنم؟ از کدامی از شما سر کنم؟ نیست آخر پران. تنها خوب حساب و کتاب کن. من حساب کردم. در اینجا از تیرهای تو دیده آدمانی زیاده هستند. اگر کسی زنده ماند از این محله تو زنده نمیبروی. کلنگ را پخش کن. نیست آخر پران. یا اینکه این واخوری آخرین تو می شود. من را فهمیدی؟ می رویم زفر. رفتیم. شرف سرکال جمع شده.
апай Сидиқа, илтимос гирья накунед. охир ҷои тарс нест. бинед ҳамашон рафтанд. ба ҳеҷ кадоми мо коре карда наметавонанд. ман аз тарс гирья намекунам писарам, чунин қотилҳо дар берун озодона мегарданд, аммо ман ягон кор карда наметавонам ва барои ҳамин гирья мекунам. мефаҳмӣ? бин шоҳин ҳам нест ва ягон рӯз писарашам аз маҳбас мебарояд, боз ба шавҳари ман зулм мекунад. ҳамин тавр коре накарда мешинӣ то вақте ки он одамон ба болои сарамон бароянд хомӯш меистӣ. хоҳарам, охир напурс. даст каш, илтимос. баъзе чизҳоро гуфта наметавонам, бифаҳм. дар назди тапонча рост истодан ин мардӣ нест. то шоҳидро ёфта овардани ту корҳои мо беҳуда аст. хоҳу нохоҳ саваш аз зиндон озод мешавад. як чиз маро ба таъҷуб овардааст. агар дар ин ҷо падари шумо хоб мекард, боз хат мекардед. юсуф, додарам, ту ҳам баъзе чизҳоро намедонӣ. агар касе барои ту қадр надошта бошад, ақаллан ба хотири ин бача гап зан. این دفعه با آخی رسیده، اما دوامش چی؟ جانم، دخترم، تو رو از چنین افلاسی چقدر خلاص کنم؟ چقدر؟ تو رو بسیار انتظار کردم حیاتم. گوش کن زهرا، من با تو چی میگویم؟ دسترخوان را آرام میدهیم و جشنگیری بهترین را سر بکنیم. حتی شامپانسکی هم میکشایم. تینجی باشد اینقدر طبعت خوش است. عزیزم، مرا تبریک کن. کمی مانده است که هالدون قشلاقی را گوشمال کنم. چی شد؟ یگان معلومات پیدا کردی؟ معلوماتی بهترین است حیاتم. اینها فکر کردن که با عوض کردن گذرگاه شاه را من قادر قشچی را محو کردنی بودم. خیر؟ زمین های مهم شاه را حتی از آن هالدون هم نبود از جانم. چی طور؟ این طور که باشد برای چی اینقدر واهمه کردند؟ برای آنکه تا حال زمین های قشلاق را مال خود می شمارد. این خیلی باشد زمین ها رو از صاحبش خریده می توانیم. یعنی خریده می توانیم. البته عزیزم، در روزهای نزدیک آن هالدون با چنگال من گرفتار می شود. آن زمین ها از آنی کی بوده است؟ خودت را سخت دار حیاتم. با برابری شنیدن به حیرت بیفتی. تمام زمین ها به نام آن بدبختی که در نزدی هالدون کار میکرد قید شده است. زمین ها از آن ایاز هستند؟ آن جوان احمق میلیونر و حتی میلیاردر شده است، اما خودش خبر ندارد. حالا باشد تمام کار به زیرکی من وابسته است. پولی کم داده آن زمین ها را بگیرم، همه ای کار حل می شود. چه که فهمیدی؟ باز من غالب شدم زهرا، غالب شدم. قادر قشچی. اپای صدیقه، از سحر باز چیزی نخوردید؟ اقلن همین شوربا رو خوره؟ سلامت باش دخترم، خدا از تو راضی باشه. دلم یگان چیز نمیخواد. این طور نگوید اپای صدیقه. اقلن به خاطر من یک قاشق از همین شوربا بخورید. تینجی باشد. این دفعه بخیر شود. ایسته دپا جان، شاید این یوسف باشد. شام بخیر. شام بخیر اکا، مرحمت. خواهرم، آمدیم تا خبر دیم که تا سر در نزد در پاسبان میشویم، شما به راحت خواب کنید. خداوند از همه‌تان راضی باشد. بیاز تینجی است دخترم. اپای صدیقه، همسایه هایمان ما را حمایه میکنند. شام بخیر اپای صدیقه، ناراحت نشوید. ما تا سحر در نزد درتون پاسبان میشویم.
خدا از شما راضی باشد. سلامت باشید. تشکر. خلاص تمامی مردمی محله بر ضد قلیچ خیستند. برایش وزنینی کرد و سلاح کشید. بیناموس و بی‌وجدان. کاش که مانع نمیشدی مردم را تو کوبش میکردند. مردمی ما به شخصانی رسمی دست نمیبردارند. احترام میگذارد اما خاطر نشم. به این هم گویا که ضربه سخت خورد. تو چرا غمگینی اکا؟ اپای صدیقه حق است ایاز. من باید در دادگاه شاهد شوم. باید سواشی بیناموس را حبس میکردم. هیچ چیز عوض نمیشد اکا. تو فوش میشدی. کلیش راهش را یافته او را نجات میداد. چی تو فکر میکنی که در این احوال حق به حقدار میرسد؟ فهمو ایاز. اما این خیل دست و پایم را بسته نشستن خصلتی من نیست. اکا جان، تو کاری درست میکنی. تنها برای اکای خلیل نه، بلکه برای تمامی مردمی جبر دیده مبارزه بر. خونی کسی در زمین نماند. چیزی مهم این است. گل آمد. برخیز میرویم. تو رو به نزد امک صراف میبرم. صرافش باز کیست؟ بیا. ای بچه مگر تو دیوانه شدی؟ سیلو رو چیکار میکنی؟ آن بیناموس رو جزا میدهم وگرنه از محبس آزاد شده میرود. آخر او در قرارگاه پلیس است. با سیلو با آنجا حمله میکنی چی؟ تو دیوانه شده. در حقیقت دیوانه شده. تو دخالت نکن. سیلای افتاد داده میتوانی یا نه؟ ساعت در محل پایان قرمزی گفتنی شخص است که سیلو کار چیزی که خواهی دارد. به این همو از من قرضدار است. با او سلام بگو. چیزی خواستت رو به تو میدهد. تشکر برادر. یوسف هرگز نمیر که تو را میکشم. تینجی است گل. با کجا میرویم؟ باید از اون گردشی که گذشته میگشتی. ای دختر ما رو گوش نمیکنی؟ مگر راهی خونه امک صراف این طرف است. از اینجا برگرد. آخر برگرد گفتم. چیکار میکنی فرهاد؟ مرا به صدمه دچار میکنانی. با کاری من دخالت نکن و کمی صبر بکن. اول باید یک جای رو خبر گیریم. قریب آمدیم. اینجا کجاست؟ آنا آمدیم. عذر میخواهم ایاز. باید با جانان صحبت کنی. ایاز، التماس برای خاطر من رد نکن. خوش آمدی. عذر میخواهم که تو رو برای بخوری مجبور کردم. اگر با تو صحبت نکنم به فکرم میمیرم. نترس. انسان با آسانی نمیمیرد. به من نگر. هنوزم زنده. من به تو گپای ناسزا گفتم. میدونم. تو را گوش نکردم. نفهمیدم. گناهگار کردم. خطا کردم. باید میفهمیدم که سبش را تو نپرانده ای. ولی نفهمیدم. من را ببخش. ایاز، من پشیمون شدم. گپت تمام؟ ایاز به کجا می روی؟ یگون چیز نمیگویی؟ چی گویم جانان؟ چی گویم؟ چرا با من چنین کردی گویم؟ چرا مرا گناهگار کردی گویم؟ جانان تو مرا نمیدانی گویم. جانان مرا هیچ دوست نداشتی گویم. چی گویم جانان؟ بگو. هر چی خواهی بگو بعد من روم. بگو آخر. هر چی خواهی فکر کن. در کجایی که خواهی با کسی که خواهی باش جانان. من دیگر برای تو ذره کوشش نمی کنم. نه تو خانه‌دار شدی گفته کسی را میپرانم و نه از گریبانت میگیرم.
نترس. تو عشق و محبتت را از دل من پره تازه کرده ای. خیر، خدا حافظ. ایاز شب بخیر. باید با خانم جانان صحبت کنم. عاجل است. جانان در خانه نیست. کی زنگ میزند؟ ایاز رو پیدا کردید؟ نه، در کجا بودنش رو هیچ کس نمیداند. باید بدونیم. ایاز نمیدوند که زمین های در دست داشتهش چقدر ارزش بلند دارد. اگر آگاه نکنیم قادر آنها رو میگیرند. اگر او را نیافته باشد جانان رو پیدا کنید. زود یگان کار کنید. خوب شد است خانم. ایاز با کاری کرده پای گلات اهمیت نده. اگر من میبودم وا نمیخوراندم. اهمیت نده حکا. اهمیت نده. همینش بهتر است. به این هم در سری من چیزی نمانده است و او حالا این را فهمید. خیلی خوب شد. با خونه اماکی صراف می رویم. جناب خبری ناخوش دارم. اگر خبری خوش میگفتی به حیرت میافتادم ظفر. در محله آدمانمان را گذاشته بودم. خیر؟ یک خبر آمد. چه خیر خبر؟ در این کار شاهدی بوده است که دستی سوش بودنش را میدانسته است. چه خیر شاهد؟ چه خیر شاهد نابکار؟ آرکی بی ناموس مرا فروخت. دیده و دانسته فروخت. تنها مدیری امنیت را باید اخراج میکرد. مگر این کاری دشوار است؟ دشوار است؟ یعنی چرا ما را مشغول میداره؟ چرا؟ جناب ما باید یگان کار کنیم. ظفر چه کار میکنیم؟ برای به روزنامه ها آوازه نشدن یگان کار کردن نمیتوانیم. به آوازه مخفیانه. ظفر آدمان را جمع کن. تا امروز تنها آمدیم و بعدا هم تنها می رویم. در تنهایی اجرا می کنیم. زود باش. اماکی صراف، این جان من، خونم و دادر حقیقیم ایاز است. در آخر پیدا کردی ها؟ ایاز این شخص اماکی صراف است. تا این سالها با من پدری کردند. اکم، استادم و همه چیزم بودند. اینقدر واهمه نکن سرم. با پا راست ماندی. شنید پدر و مادرم را از دست دادم، اما خدا ناامید نکرد. اماکی صراف، خواهرم بیاز مرده است. چی؟ ایاز همه چیز رو نقل کرده. خواهرم را نیز پیدا میکنم و او را نیز به نزد شما میارم و البته دست شما را میبوسد. خدا خواهد فرزند، خدا خواهد. خدا همه را به روحش نگاه کرده لباس میپوشانده است. این همه به دست خودی خداوند است. خودش همه را جا به جا میگذارد. خدا خواهد این قالب روحی شما به پیدا کردن یکدیگر سبب خواهد شد. از این ذره شبهه نکنید. هیچگاه ناامید نشوید.
амаки сарроф он туи бале он туи аяз ман туро шинохтам ману хоҳаронамро ба мошинат савор карда будӣ то анқара оварда будӣ шикамамро сер карда будӣ дар ёд дорӣ ҳатто ангуштарини модарамро дода будӣ нигоҳ кун ана ҳамин аст خدایا به چی ها قادر هستی؟ از کجا به کجا آمده ایم؟ تو پسری آن خواهرم هستی. خواهر چهتم در برف بود، در یاد دارم و خوردکک بود. از این برمی آید که آن پسری دوست رو تو هستی. مادرم رو شناختید اماکی صراف کمبغل بود خواهرم بیاز رو نیز دیدید و حتی شکمی آنها رو سیر کردید این تقدیر است فرزندم اگر خدا به واخوردن نصیب گردانده باشد بدان که حکمتی دارد بعضا با این سبب به عیز بر این یتیم نان می دهد و بعضا به تو بر این شخص نصیحت گو می کند می فهمی نصیبی ما همین بوده است خداوند از حکمتش دور نسازد وقتی که دو مسلمان واخورد خدا حتما به آنها منفیتی می رساند شما بر این دو اکه و دادر همچون دو دست و دو پا شوید دائما یک جا باشید چخیلی که 3 نفر بودیم 4 نفر شدیم در آینده امیدوارم که ما 1000 می شویم من در رو میکشویم نه دخترم تو مسافر هستی شینید بشین پسرم مرحمت تحسین بیا فرزندانم شناس شوید جنابی تحسین اینها فرزندانم به شمار می روند و مانند تو هستند دخترم گل پسرم فرهاد و این فرزندم عیز است Кизил, ту ҳастӣ? ту кисти? فرزندانم این انسانی نرمدل یکی از طلبه های سابق من است فرزندانم نامش تحسین کولاغلو است و فکرم میشناسید از شناسایی شدم من عیز سلام دادرم سلام اینش باشد من این رفیقان را میشناسم شما آدمان خیلیش دهان نیستید؟
амак мо меравем. аз аввал ки будам атонро медонам. аз куҷо медонед? амаки саро бояди шумо бисёр сухан мегӯяд. худо ёратон бод. фаромӯш накунед. агар ягон чиз лозим шавад, ман дар ҳамин ҷоям. ташаккур. ту кисти? туро ки фиристод? полис фиристод? не. лақаби маро аз куҷо медонӣ? лабзан магаза мепаронам. соат фиристод. кадом соат? аз маҳаллаи боло аст. саломи маро расон гуфт ва ту ёрӣ медиҳад гуфт. аз ман чӣ мехоҳӣ? силоҳ. ба силоҳ эҳтиёҷ дорам. духтарам, ин кӯдак куҷо шуд? бевақт шуд, то ҳол наомадааст. худо нигаҳ дорад, боз ба ягон мусибат дучор нашуда бошад. апа сабр кунед, зуд ин қадар хавотир нашавед, каме пас меояд. истифода бурда метавонӣ. аз ту чӣ мехоҳанд? мехоҳам ки роҳбари кишвар шавам. албатта бо шарте ки бар ивази ин онҳо чизе ки хоҳам бояд кунам. қабул карданӣ ҳастӣ? ҳаргиз намекунам. ман ба сиёсат барои розигии худо ва барои хотири одамони поки анадолу ворид шудам. ман бозичаи дасти онҳо нестам. ва ту ҳамин рафтор мезебад. аммо ҳаминро бидон ки ин одамон биномус ва бераҳму хеле хатарнок ҳастанд. ту бояд инро дониста бошӣ. онҳо ба ҳама кор қодиранд. чизе ки бошанд шаванд, чизе бошанд ҳамон хел монанд. гул ва фарҳодро бибинед. ду ятиме ки дар танҳоӣ чӣ корҳоеро ки намекунанд. ман бовари халқро соҳиб шудам ва шукрона мекунам ки дуои шумо барои инсони некро гирифтам. агар танҳо монамам, бо онҳо даст ба гиребон хоҳам шуд. то охир бо онҳо мубориза мебарам. дуруст аст фарзандам. нияти нек хози инсони бузург аст ва шумо бар ин дили нек дошта инсони бузург хоҳед шуд. ҳар коре ки шумо накунед, ҳаргиз ноумед нашавед ва аз роҳи рост ҳаргиз нагард. охираш ҳар тавре ки бошад, роҳатро иваз накун. бимирам ҳам намегардам амак. ман барои ин роҳ ба мурдан ҳам розӣ ҳастам. қотилам агар ҷалоде бошад ҳам ман ҳақиқатро пеша мекунам. ба даъвоҳои муқаддас маргам хуб мешавад. писарам тинҷӣ аст, аз саҳаргоҳ мебусӣ? тинҷӣ, дилам чунин хост. имтиҳон дорам ва хостам ки дуои некатонро бигирам. юсуф, наҳорӣ накардӣ писарам? модар, имтиҳон дорам. барвақт рафта ҳамроҳи рафиқонам теорӣ мебинам. ман рафта нон мехарам. боз ягон чиз дар кор? не духтарам. майлаш.
به قرار آمدید پیشنهاد ما را قبول میکنید؟ برای فکر کردن وقت لازم نبود. خواستم که زود جواب دیم اما شما نخواستید. جوابم قطعاً رد میکنم. این قوه بزرگ، خانه، قصر، زمین ها و قوه بی آخر را چخیل رد میکنی؟ این مگر ذره دقتت را جلب نمی کند؟ تحسین، آخر فکر کن، صاحبی پول می شوی که به صندوق ها جای نمی شود و فرزندانت صاحب شرکت های ارزش میلیارد دلار می شوند و همه در نزدت گیر می لرزند. چخیل تو با این دولت و ثروت؟ یگان قوه بغیر از خدا به آخر نیست. یک سخنی هست که گپی بسیار به دروغ مالی بسیار به حرام نمی شود. با آیلم لقمه حرام خوراندن بمیرم بهتر است. من احتیاجی ندارم که با شما بر این شخص ها همکاری کنم. من یک خدا و خلق دارم و این دستان نگر که تازه است و مانند وطنم و خلق بیگناه هم است. من این دستانم را با شما بر اینها همکاری کرده افلاس نخواهم کرد. من زندان و رنج را بسیار خوب میدانم. من زبان شما پدیدها را نقض میدانم. من دستان افلاس شما را به دستم نمیگیرم. خانم، جانا را پیدا کردیم. تمام شب در شرکت بوده است. نو به خانه آمده است. سلام جانان، من پیچیلی هستم. گوش میکنم. امروز با تو عاجلا باید بخورم. به نزد من آمده میتوانی؟ اگر اویدی کار باشد بعداً بخوری میشود. نه، اویدی کار نیست. اویدی تو و بسیار مهم است. باید عاجلا بخوریم. فهمو، امروز حتما به نزدتان میآیم. گوش کن ظفر، زینهار هرگیز ایزه نماند. فهمیدی؟ شما خواطر نشوید جناب. بسیار خوب، فراموش نکن من بعد تنها 2 نفر هستیم. اگر من باشم تو هستی، اگر من نباشم تو هم نیستی. فراموش نکن و این کار را به نقصان حل کن. خوب شده است. آفرین. خدایا توبه، این بچه به کجا می رفته باشد؟ اقرب یک و اقرب 2. اقرب 2 گوش میکند. هوشیار باشید و هرگز خطا نکنید. خوب شده است. اطاعت جناب. تو به کجا می روی ها؟ به مکتب می روم اپا. یوسف، و من دروغ نگو، مکتب در آن طرف است. به کجا اینقدر شتاب داری؟ کار دارم اپا، مرا ناراحت نکن. یوسف، تو چی سیره را پنهان میکنی؟ بگو چی کار میکنی؟ یوسف، این سلاح است. تو دیوانه شدی؟ شما دخالت نکنید. من آن سوش افلاس را میکشم و کرده اشان جواب دهند. ایستا یوسف، این کار را نکن. آخرین چی گپ است؟ آیسته رانی نمیشود. یوسف، ایستا، این کار را نکن. یوسف، انتظار شم. یوسف، ایستا. یوسف، ایستا. یوسف. اپا، یاری دیه. یاری دیه. چیکار میکنه؟ سردهه. اینجا چی گپ است؟ شما کیستید؟ سردهه. چیکار میکنه؟ راه گرد میگویم. راه گرد. بدرون درا.
ایستید گفتم. روشن باشه گفتم. ای بچه خود را با دستگیری میکشم. حیوانها ما را زدید. ما از شما نمیترسیم. دکتر در جایت نیشین که میکشم. تنهایی کلید. آرام باشد گفتم. آرام باشد. کردید گفتم. ماشین ندار. دکتر تو چیکار میکنی؟ ماشین ندار گفتم. حاضر بیا. گیردم این دختر را. ایستید. گیرد گفتم. ایستا. تو ایستا گفتم. ایست. هیچ ممکن نیست. پراندم. ممکن نیست.